از متصدی گیم نت تا استریم در ارتفاع، همه چیز در مورد سام صابری. سام متولد 28 اردیبهشت 73 در تهرانه. دوران کودکی آسونی نداشته. زمانی که کلاس دوم دبستان بود، خانواده‌ای به یکباره به خاطر اختلاف و عمو خونه را از دست دادند و با حداقل‌ها رفتن پیش مام بزرگ در گیشا. سام اونجا هم بازی نداشته و همونجا بود که مام بزرگ اولین کامپیوترش رو براش خرید تا تنهاییش رو با بازی پر کنه. 10-12 سالگی پاش به گیم نت باز شد. اون عاشق بازی کانتر بود و کم کم متصدی گیم نت شد و درآمدزایی می‌کرد. البته فقط همین راه نبود و اون از لول اپ کردن اکانت گیمرها هم پول در می آورد. در نوجوانی نگاهش به زندگی جدی‌تر شد، اما سربازی براش کشدار و سخت گذشت. اون به مدت زمان 6 سال درگیر سربازی خودش بود. سام از همون نوجوانی با آریا کیوکسر و پارسالیپ رفاقت داشت. اونها با هم در گیم نت حضوری و گاهن شرطی بازی می‌کردند و بعد از مهاجرت آریا و پارسا به ترکیه باز همین رفاقت ادامه داشت و به صورت آنلاین بازی می‌کردند. در همین حین یکی از روزها به پیشنهاد پارسالیپ سراغ بازی وارزون رفت و میشه گفت سرنوشت خودش رو با این تصمیم عوض کرد. سام همیشه در بازی‌های شوتینگ، علل خصوص کال آف، متخصص استفاده از تفنگ اسنایپر بود. تمرکز فوق‌العاده و نشونه‌گیری‌های دقیقش همراه با واکنش‌های واقعیش در بازی و استریم باعث شد تا کم کم لقب مد اسنایپر رو به دست بیاره. مد اسنایپر. سام در اولین سال فعالیتش در حوزه استریم چند تا از رکوردهای توییچ فارسی رو شکست و خیلی زود شناخته شد. اون در سال 2020 کانال یوتیوب هستش و سال 2023 کانال گیمینگش رو راه اندازی کرد و تونست با هر دو کانال لوح نقره‌ای رو به دست بیاره. بله، لوح نقره‌ای یوتیوب فارسی. اون از معدود یوتیوبرهای فارسی زمانی که 2 تا لوح نقره‌ای داره. خلاصه استریم ها، ولاگ ها و ویدیوهای گیمینگ شاکله محتوایی دو کانالش رو ساخته. البته الان استریم رو علاوه بر توییچ روی یوتیوب هم میذاره و همزمان روی 2 پلتفرم استریم میکنه. اون جزو اولین استریمرهایی بود که استریم دوناتون رو وارد کامیونیتی استریم فارسی کرد. سام تجربه برنامه‌سازی هم داره. اون در سال 2024 یک تاک شو به اسم سم شو رو ساخت و در قالب 15 قسمت منتشر کرد. از مهمترین مهمانای این برنامه میشه به کیا رکنی، اهورا نیازی، سهیل پرنگ، اشکان شادکامی، وینی، بنیامین و غیره اشاره کرد. سلام، خیلی خوش اومدید به این قسمت از سم شو. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. دمتون گرم، مرسی از تمام انرژی ها، محبتاتون، کامنت های خوشگلتون. امیدوارم تا اینجای برنامه واقعا لذت کافی رو برده باشید. و اما میهمان این قسمت از برنامه سم شو، اون در یوتیوب سابقه همکاری با آریا کیوکسر، فرشاد سایلنت، سوگنگ، بنیامین و غیره رو داره. ناگفته نمونه که اوایل مسیر با فرهاد ایکس ری هم ویدیوهای زیادی منتشر میکرد، اما متاسفانه بعدها پس از مهاجرت فرهاد به ترکیه و بنا به دلایلی رابطه این 2 نفر خدشه‌دار شده، دیگر رفاقت‌ها و همکاری‌ها وجود نداشت. طبق گفته خود سام اوایل فعالیت فرهاد ایکس ری کمک قابل توجهی برای شناخته شدن با اون کرده. سام در چند سال گذشته افتخارات، همکاری و رکوردهای فوق‌العاده‌ای داشته. اون آگوست 2022 با برند سونی برای معرفی هدفون ها و مانیتورهای سری اینزون همکاری رسمی داشت و در قالب استریم محصولات سونی رو معرفی کرد. از 23 اکتبر 2023 اون به تیم گیمینگ ایرانی الکتد پیوسته و در تورنمنت‌های بین‌المللی اونها رو همراهی میکنه. البته به تازگی هم مدیرعامل تیم گیمینگ اسکاریکس شده و در این مسیر نیز برای او آرزوی موفقیت داریم. سام تا امروز تونسته 2 لوح نقره رسمی یوتیوب و 3 جایزه از مراسم دوان آواردز دریافت کنه. جایزه بهترین گیمر، بهترین استریمر بازی‌های آنلاین، جایزه بهترین دوناتور. راستی میدونستین سام یه رکورد جهانی داره؟ اون در تاریخ 24 ژوئن سال 2024 کاری کرد که در جهان نظیر نداشت. استریم زنده از ارتفاع 40 متری در تهران، حرکتی بی سابقه در دنیای استریم. توصیه میکنیم حتما ویدیو مرتبط به این استریم رو از کانال یوتیوب سام صابری تماشا کن. تهران ساعت 11 صبح. همه چی آماده است. وقت رفت. بخشی از هویت سام همیشه کار خیر بوده و هست. اون بارها استریم خیریه گذاشته و به بیماران زیادی کمک کرد. برای مثال یک بار در یک استریم و در کمتر از 3 ساعت حدود 510 میلیون تومان کمک مالی برای هزینه درمان یک بیمار تونست کمک جمع آوری کنه. سام دوست داره از موقعیت و جایگاهی که داره در زمینه کار خیر همیشه استفاده کنه و میشه گفت این اقدام از هر دستاوردی که داشته با ارزش‌تر بوده. خب اینم از داستان مرد پرکار یوتیوب و توییچ فارسی. امیدواریم از دیدن این ویدیو لذت کافی برده باشید و عذرخواهی
ما رو بابت طولانی شدن ویدیو بپذیرید. فراموش نکنید که اینجا یوگیس هست و ما متعهد به روایت یوتیوب فارسی هستیم، چون وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنی یه دنیای متفاوت می‌بینی.